با ابتکار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت بخشیده به 34مین سالگرد استقلال دولتی در تالار دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان با اشتراک وسیع عالمان و محققان جوان، گرندگان استیپندیهای رئیس ولایت و جوانان فعال، کنفرانسی علمی نظریوی در موضوع نقش جوانان در تحکیم دستاوردهای استقلالیت و بنیاد جامعه معاصر دایر گردید. در کار آن استادان مؤسسه‌های تحصیلات عالی شهر خوجند شرکت ورزیده در موضوعهای سهم پیشوای ملت در تحکیم استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، نقش استقلال دولتی در تحکیم سیمای مثبت جمهوری تاجیکستان در عرصه جهانی، رشد سیاست دولتی جوانان در دوران صاحب استقلالی و امثال آن معروضه‌ها شنیده شدند. ذکر گردید که دوران استقلال دولتی برای ملت ما امکان واقعی انتخاب راه امروز و آینده و پیشرفت من بعدی مملکت را فراهم آورد. استقلالیت برای ما نشان برجسته پایداری دولت، رمز اصالت و هویت و شرف و اعتبار به جهان متمدن پیوستن کشور صاحب استقلال تاجیکستان می باشد. ذکر گردید که امروز 192 دولت جهان تاجیکستان را همچون دولت مستقل و دموکراتی دنیوی و یگانه اعتراف کردند. محض به شراوت عزم و تلاش‌های پیگیرانه و اقدام‌های بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سرزمین ما صلح پایدار و وحدت ملی به وجود آمد. از اینجاست که جوانان وطن دوست را ضرور است که بهر پایداری صلح و ثبات و استقلال کامل دولت و ملت تاجیک صادقانه زحمت کشند، کسب هنر آموزند، از تکنیک و تکنولوژی معاصر آگاه باشند، به باوری سرور دولت سزاوار گشته چون نامبرداران پدران و بابایان خود در رشد و نمو تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده گذارند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به دستگیری جوانان و تامین آنها با جایهای نوی کاری در اساس استفاده تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی با دانستن زبان‌های خارجی دقت مخصوص داده، پیشنهادهای جوانان را در همه اقدام‌های سازنده دائما دستگیری و شرایط مساعد کار و فعالیت را برایشان پیوسته تامین می‌سازند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای تحصیل کردن، برای علم آموختن، برای کسب و هنر آموختن جوانان تمام شرایط‌ها را در حدود جمهوری تاجیکستان مهیا کردند. این برای هر یکی ما فخر است، زیرا برای کسب آموختن، برای علم آموختن حتی به دولت‌های خارجی ما سفر کرده می‌توانیم. آزادانه با زبان تاجیکی گفتار کرده، رفتار کرده، در آنجا تحصیل کرده، باز همچون یک متخصص ورزیده آماده به تاجیکستان عزیز خدمت کرده می‌توانیم. در دوام 34 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان به استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نائل گردیده به دستاوردهای صاحب گشت که در رشد مملکت اهمیت کلان دارند. در این دوره هدفهای مهم استراتژی قبول کرده شد، از جمله رهایی یافتن از بنبست کمیونیکاسیونی، رسیدن به امنیت آذوقه‌واری، استقلالیت انرژتیکی و صنعتی‌کنی کشور که برای مملکت ما رشد استوار اقتصادی و اجتماعی را تأمین و موقع تاجیکستان را همچون دولت مترقی در عرصه جهانی باز هم استوارتر خواهد کرد.